تا حالا شده بخوای کاری رو انجام بدی که همه بگن غیر ممکنه؟ خیلی ها خواستن ولی نتونستن. ولی تو با خودت بگی که من انجامش میدم، بهاشو هم میپردازم. سلام، من محمد تقی‌زاده هستم و میخوام تجربه‌ام رو از تماشای فیلمی با شما به اشتراک بذارم که بسیار از تماشای اون لذت بردم و مطمئنم که شما هم تجربه مشابه تجربه من خواهید داشت. فیلم The Promised Land یا سرزمین موعود یا عنوان اصلیش حرامزاده محصول کشور دانمارک، جدیدترین ساخته آقای نیکولای آرسل در ژانر درام بیوگرافی تاریخی که با اقتباسی از رمان کاپیتان و آن باربارا نوشته آیدا یسن ساخته شده که البته در جای خوندم این رمان هم اقتباسی است از واقعیت. فیلمنامه کار رو نیکولای آرسل، آندرس توماس جنسن و آیدا یسن نوشتن و ماتس میکلسن، آماندا کولین و تعدادی بازیگر کاربلد و درجه یک دیگه در اون ایفای نقش کردن. امتیاز فیلم در حال حاضر در وبسایت IMDb 7.7 از 10، 95% آرا در راتن تومیتوز و 77% در متاکریتیک رو کسب کرده و 94% از کاربران گوگل همین فیلم رو دوست داشتند و 2 ساعت و 7 دقیقه هم مدت زمان این فیلم. Ludvig Kaling, velkommen til Halgås. داستان یک خطی این فیلم که در خلاصش اومده داستان زندگی کاپیتان لودویگ وون کالن هست که سعی داره تا به آرزوی همیشگیش یعنی ثروت و موقعیت خوب برسه از طریق زمینی بایر. این داستان یک خطی ممکنه در نگاه اول سوژه‌ای ضعیف به نظر بیاد، ولی در 2 ساعت و 7 دقیقه آینده قرار کاری با شما بکنه کارستون. Vi forsøger at dyrke heden. Jeg vil bygge kongens første koloni derude. Det er fantastisk det du er i gang med. Jeg får redan en känsla av liv her ute. Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt væs, der bare gerne vil være frit? Men har Gud netop ikke sat mennesket på jorden for at skabe civilisation? همین اول کار بگم که قرار نیست همه اتفاقات قصه رو مو به مو بشکافیم، پس اگر فیلم رو ندیدید نگران نباشید، قرار نیست اسپویلی اتفاق بیفته و میتونید تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. همون لحظات ابتدایی فیلم به واسطه یک متنی تکلیفتون با فضای کلی فیلم و اتمسفر کلی قصه روشن میشه. در دانمارک قرن 18 به دستور پادشاه اگر فردی میتونست زمینی بایر رو آماده کشت بکنه، یک سری آفرها بهش تعلق میگرفت، از جمله خود همون زمین برای چندین و چند سال. پس در همین ابتدای فیلم تکلیف شمای مخاطب با فضای کلی قصه و اتمسفر کلی روشن. تا اینجا شاید به خودتون بگید که خب پس احتمالاً این کار شدنیه، ولی همین ابتدا کارگردان با 4 تا پلان به شما نشون میده که نه تنها شدنی نیست که تقریباً محاله. ما یه قهرمان در قصه داریم با تعدادی همراه که حالا میریم سراغشون و تعدادی ضد قهرمان. یکی از ضد قهرمان‌های بسیار بسیار قدر فیلم که از همین ابتدا وارد قصه میشه و تا انتهای قصه همراهمون هست، طبیعت وحشی دانمارکه. یکی از همون 4 تا پلانی که صحبتش شد، پلانی از یک پرنده که از شدت باد نمیتونه در مسیری که میخواد پرواز بکنه و با همین یک پلان کارگردان از بزرگترین ضد قهرمان قصه‌اش رونمایی میکنه و تو با خودت میگی که چقدر خوب، چقدر هوشمند. اما قهرمان قصه ماتس میکلسن در نقش کاپیتان و در قامت قهرمان و نقش اصلی قصه کاری با شما میکنه، کاراکتری رو به تصویر میکشه که در طول فیلم نمیتونی چشم ازش برداری. شخصیت پردازی این کاراکتر چه از سمت متن، چه از سمت کارگردان، چه از سمت بازی انقدر دقیق و چند لایه است و انقدر خوب به تصویر کشیده شده که تو از همون دقایق ابتدای فیلم تمام و کمال کاراکترت رو میشناسی بدون اینکه هنوز اتفاقی افتاده باشه. جالبه بدونید که این شخصیت پردازی قوی در رابطه با تمام کاراکترهای اصلی قصه صادقه و تو در انتهای فیلم تمام کاراکترهای اصلیت رو میشناسی، کما اینکه بسیاری از اونها شخصیت‌های چند لایه‌ای دارن، پر از درون مایه‌های روانی.
اینکه کاراکتر اصلی ما، قهرمان قصه، چنین تصمیم دیوانه‌واری گرفته و داره بابتش چنین بهای سنگینی میده، صرفاً طمع پول و مقام نیست، یک علتی داره و به تصویر کشیدن این علت با این ظرافت بدون اینکه اثر طعم و بوی شعار به خودش بگیره خیلی کار سختیه و این فیلم از پسش برآمد. یه چیزی در رابطه با قهرمان وجود داره که به نظر من خیلی به کاریزماتیک تر شدنش کمک میکنه، اینه که قهرمان قصه ما اصلاً شخصیت سفیدی نداره. ما با یک قهرمان خاکستری طرفیم. خیلی از جاهای قصه قهرمان تصمیماتی میگیره برخلاف میل مخاطب. مخاطب با همه وجود دلش میخواد قهرمان تصمیم دیگری بگیره، ولی مثل خط سیر داستان قهرمان سر موازین خودش ایستاده و کوتاه نمیاد و به مخاطب میفهمونه همینه که هست و با همین وضع تو باید منو دوست داشته باشی. به مخاطب میفهمونه که اینجا رئیس کیه. یکی دیگه از نقاط طلایی شخصیت قهرمان اینه که سوای موازین سفت و سختش در طول قصه تغییر میکنه. چالش هایی که براش به وجود میاد باعث رشد شخصیتش میشه و مخاطب این رو میبینه. با یک ظرافت مثال زدنی این به چشم مخاطب میاد. راجع به یکی از ضد قهرمان‌های قصه صحبت کردیم، اما ضد قهرمان دیگری که در مقابل چنین قهرمان قدری قد علم میکنه یکی از فئودال‌های منطقه است به نام فردریک د شینکل. نقش این ضد قهرمان رو آقای سایمون بنبرگ بازی میکنه و کاراکتری رو به تصویر میکشه که به معنای واقعی کلمه لجنه، پر از عقده، پر از کمبود، امپراتور کوسکویه واسه خودش. Det er min jord. Det er kongens jord. Jeg arbejder for kongen. میدونید در فیلم های این چنینی زمانی کار در میاد که تقابل بین قهرمان و ضد قهرمان به درستی شکل بگیره. یعنی شما اگر قهرمان قوی داشته باشی در مقابل یک ضد قهرمان ضعیف یا برعکس، این تقابل در نمیاد. ولی این تقابل در فیلم سرزمین موعود خیلی خوب در اومده. اونجایی که فکر میکنید قهرمان برده، یهو به خودتون میاد میبینید ضد قهرمان بازی رو عوض کرد و اونجایی که فکر میکنید خب دیگه کلک قهرمان کنده است، یهو میبینید نتیجه چیز دیگه ایه. یک نبرد قوی بین یک قهرمان قوی و یک ضد قهرمان قوی. ریتم قصه ریتم خیلی بالاییه و مخاطب لنگ چیزی نمیمونه. کادربندی ها بسیار زیباست، رنگ ها بسیار زیباست و عموما رنگ های سردیه که به شناخت هرچه بیشتر ضد قهرمان اصلی قصه، طبیعت وحشی دانمارک، و درک فضای قصه خیلی کمک میکنه تا حالا در جایی کم کم به واسطه حضور یک کودک و به واسطه اتفاقاتی که در قصه میفته کم کم مخاطب وارد اون کلبه چوبی میشه و همراه میشه با قهرمانهای قصه تا از شر ضد قهرمانهایی که اون بیرونن در امان بمونه. جالبه که حتی کشیش این فیلم هم با تصورات معمول ما از کشیش متفاوته. نه کلیسایی در این فیلم داره و نه موعظه‌ای میکنه. چقدر خوبه این فیلم. Kaos, Ludvig. Livet er kaos. حالا نظر شخصی من چه؟ این فیلم رو پیشنهاد میدم یا نه؟ قطعاً با استناد به همه دلایلی که گفتم حتما باید این فیلم رو دید و بدونید که قراره یک فیلم تمیز ببینید، قراره یک قصه پر از درد بشنوید، قراره صحنه‌هایی خیلی خیلی تلخ از شکنجه رو ببینید، قراره با تمام وجود دلتون بخواد که قهرمانتون پیروز بشه، قراره ببینید که چطور یک نفرت مشترک، یک هدف مشترک میتونه آدم‌ها رو به هم نزدیک بکنه و قراره یه جاهایش بگید آخیش دلم خنک شد. حالا نظر شما چیه؟ این فیلم رو دیدید یا نه؟ اگر این فیلم رو دیدید، طوری که نظرتون فیلم رو اسپویل نکنه لطفاً تو کامنت ها برام بنویسید. اگر نه، با توجه به چیزی که دیدید بگید آیا این فیلم رو میبینید یا نه؟ آیا در لیست پخشتون جا داره یا نه؟ خیلی مخلصی.